سلام، در این ویدیو میخوایم با سوال بزرگ روبرو بشیم. آیا عشق یه واکنش شیمیایی است؟ شاید این سوال یکم عجیب به نظر بیاد، اما اگه بخوایم دقیق‌تر بهش نگاه کنیم، عشق نه تنها تجربه احساسی، بلکه یه سری واکنش‌های شیمیایی پیچیده توی بدن ما هم هست. پس در این ویدیو قراره بدونیم که مغز ما دقیقاً چطور به عشق واکنش نشون میده و چطور شیمی عشق میتونه بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم توضیح بده. بذارید برای شروع یکم به شیمی مغز نگاه کنیم. وقتی کسی رو میبینیم که بهش علاقه پیدا میکنیم، مغز به شدت فعال میشه و واکنش‌های شیمیایی زیادی رو آغاز میکنه. اول از همه دوپامین وارد عمل میشه. این ماده شیمیایی باعث احساس خوشی و لذت در ما میشه و میتونیم بگیم که دوپامین عامل خوشحالی و انگیزه در مغز ماست. دقیقاً همون چیزی که باعث میشه وقتی به کسی که دوستش داریم نگاه میکنیم، احساس هیجان و شوق داشته باشیم. بعد از دوپامین، آدرنالین شروع به ترشح میکنه. همون هورمونی که وقتی میخوایم اقدامی جسورانه انجام بدیم یا در موقعیت‌های استرس‌زا قرار میگیریم ترشح میشه. وقتی عاشق میشیم، این آدرنالین در بدنمون باعث ضربان قلب سریعتر، تنفس تندتر و حتی عرق کردن میشه. حتما شنیدید که بعضی وقتا وقتی کنار معشوقمون هستیم احساس آرامش و امنیت بیشتری داریم. جالبه که این حس امنیت نه تنها از نظر روانی بلکه از نظر شیمیایی هم تاثیر زیادی روی بدنمون داره. یکی از هورمون‌هایی که در این مواقع تولید میشه پروژسترون هست. این هورمون معمولاً در زنان به میزان بالا در دوران بارداری ترشح میشه و یکی از وظایفش ایجاد احساس امنیت و آرامش است. اما نکته جالبتر اینه که وقتی کنار کسی که بهش علاقه داریم میمونیم، پروژسترون باعث میشه که ما احساس راحتی کنیم و حتی بیشتر غذا بخوریم. این اثر از نظر تکاملی به بدن کمک میکنه که برای دوران بارداری آماده بشه. بدن ما به طور ناخودآگاه غذا خوردن بیشتر رو به عنوان نشونه‌ای از آمادگی برای بارداری میبینه. این حالت که شاید به نظر ساده بیاد، در واقع ارتباط عمیقی با بیولوژی و تکامل ما داره. حالا نوبت میرسه به اکسیتوسین یا همون هورمون عشق. این ماده شیمیایی مسئول ایجاد احساسات تعلق و وابستگی در روابط انسانی است. وقتی عاشق کسی میشویم، اکسیتوسین به شدت در مغز ما ترشح میشه و همین باعث میشه که نسبت به اون شخص احساس نزدیکی و اعتماد بیشتری پیدا کنیم. این هورمون در لحظات خاص مثل لمس کردن یا بغل کردن هم افزایش پیدا میکنه و دقیقاً همون چیزی که باعث میشه رابطه‌های عاشقانه محکم‌تر بشن. تا اینجا شیمی عشق مثل داستان رمانتیک و لذت بخش به نظر میاد، ولی واقعیت اینه که عشق میتونه همونطور که به شما احساس خوب میده مثل اعجاز هم عمل کنه. نورپینفرین یکی دیگه از ترکیبات شیمیایی است که در عشق ترشح میشه و دقیقاً همون چیزی است که باعث احساس هیجان و اضطراب میشه. این ماده شیمیایی شبیه به زمانی هست که مصرف کنندگان مواد مخدر احساس لذت زیاد دارن. وقتی با کسی وارد رابطه میشیم، این ترشح مواد شیمیایی باعث میشه که بخوایم همیشه در کنار اون باشیم و ممکنه وقتی ازش دور میافتیم احساس اضطراب و حتی افسردگی کنیم. به عبارت دیگه مغز ما به این احساسات احتیاج پیدا میکنه و میخواهیم دوباره اون هیجان رو تجربه کنیم. از دیدگاه تکاملی، عشق بیشتر از یه احساس فردی به یه ابزار بقا تبدیل میشه. مغز انسان‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که از طریق عشق روابط عاطفی رو برقرار کنه و نسل بشر رو ادامه بدن. از این نظر، عشق یه مکانیزم طبیعی است که باعث میشه انسان‌ها برای ایجاد روابط طولانی مدت با همدیگه و حفظ خانواده‌ها انگیزه پیدا کنن. به همین دلیل شیمی عشق نه تنها ما رو به همدیگه جذب میکنه، بلکه به ما کمک میکنه که از نظر بیولوژیکی به بقای نسل خود ادامه بدیم. اما باید بگیم که عشق فقط یه سری واکنش‌های شیمیایی نیست. احساسات عمیق‌تری مثل عشق، وابستگی و مراقبت ترکیب شیمی و روانشناسی انسان هاست. در حالی که شیمی نقش بزرگی داره، اما تجربه‌های عاطفی، فرهنگی و اجتماعی هم در شکل‌گیری روابط عاشقانه نقش داره. پس عشق فقط شیمی نیست، بلکه تجربه پیچیده و چند بعدیه. پس عشق واکنش شیمیایی است؟ قطعاً، اما نه فقط یه واکنش شیمیایی ساده. ترکیب شیمی، روانشناسی و تکامل باعث میشه عشق تجربه عمیق و پیچیده بشه. حالا که میدونید چطور شیمی در پس این احساسات قرار داره، آیا دیگه میتونید عشق رو فقط یه احساس ساده ببینید؟ اگه از این ویدیو لذت بردید، فراموش نکنید که لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای علمی بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی پر از انرژی شیمیایی باشید.